من با اینکه مردم از آن جمله اشخاصی که دعوای دین میکنن امروز در تاجیکستان، من اعتقاد به این ندارم که اونا از دین اونقدر با اون چیزی که میگن خودشون باور داشته باشن. برای ما در منبرا میشینه، شما در مسجدها امر معروف میکنین، مرحمت ببروین. امروز روز اومده است که دین محتاج به این است که شما از دینتون بخیزه دفاع. سلام علیکم. علیکم السلام. صدای من میاد؟ بله، مسئولین خوش بگید ما رو در استودیو پیوست کنید. بله صدای شما هست. خوش آمدید برادر، بفرما. تشکر زیاد. بسیار عالی شد. درست شد؟ بله بله. تشکر زیاد. من راستی بسیار هم منتظری بودم که یک گام کس در خصوصی مسائل دینی را که امروز موضوع کرده و همون چیزی که کمک پس کرده موضوع کرده در مسائل دین. بله. از اولی موضوع نبودم، اگر مرا خاطر رسان میکرده بسیار هم خوب میشه. تشکر. بله، در مسئله خب همون قانونی که آخرین بار در پارلمان کشور تصمیم گرفته شد که حتی لااقل همون درس هایی که همون حضرت های بجایی ما در توسط واتساپ و تلگرام و نمیدونم دیگر صفحه ها برای مردم میکردن، قانون جدید برآمد که حتی اونها را نیز ممنوع کردن در تاجیکستان. ما در این باره کمی صحبت داشتیم و خواستم که نظر شما را نیز بگیریم. چی فکر دارید؟ تشکر زیاد. بسیار هم موضوع خوب، منتظر موضوع ما بودم و تشکر از اینکه شما چون یک موضوع را پیگیری کرده و امروز در خصوص این موضوع گپ زدین. واقعا هم من با اینکه مردم از آن جمله اشخاصی که دعوای دین میکنن امروز در تاجیکستان، من اعتقاد به این ندارم که اونا از دین اونقدر با اون چیزی که میگن خودشون باور داشته باشن. برای چی؟ من یک مثالتون بیارم. در اتحادیه اروپا، از آن جمله در آلمان که من زندگی میکنم، شما هم زندگی میکنید آلمان، آنقدر اشخاص دینی زیاد است. از همگی یعنی مجموعی کسایی را که از دین گپ میزنن، اکثریت مسجدهای در آلمان، اکثریت مسجدهای را که جایی که مثلا تاجیک‌ها زندگی میکنن، امام خطیباشان در مسجدهای ترکی، در مسجدهای عربی، در مسجدهای مثلا دیگر ملت‌ها امام خطیباشان تاجیکن. و اکثریت اشخاص دینی را که من در اروپا دیدم، همه اونها اکثریتش شاید 80% 90%ش کسایی هستن که تحصیل کرده دولت‌های اسلامی هم، دولت‌های مدرسه‌های اسلامی تحصیل کرده. در خصوصی یک اشخاص سیاسی را، یک اشخاص روشن فکر را، یک اشخاصی که ابراز اندیشه میکنه و برای اونا پسند نمیآید، اونقدر سنگ میزنن، اونقدر توهین میکنن، اونقدر ویدیو میکنن، اونقدر خودشان حامی دین میگیرن و رضوان دروازه جنت و دوزخ میگیرن که واقعا هم فکر میکنی که برای دین اینا آمادن که از جان و از همه مقدساتشان بگذرن. اما وقتی که بحث سری قانونگذاری تاجیکستان، بحث سری مقامات قدرتی تاجیکستان، بحث سری حکومت امروزه تاجیکستان در خصوص محدودیت‌های دینی میشود، من با شما بگم 90% اینمی اشخاص دینی که از منبرها داد از دین میزنن، دعوای از دین میکنن، از اسلام، از ایمانشان، با خدا قسم همی آب در دهنشان میگیرن، از سنگ صدا میبره از اینا نه. وقتی که من یک چیزی که در سرگذشت من گذشت، یک زمان یک بلاگر در خصوص مردم بدخشان یک ابراز اندیشه کرد و یک کمک به شأن شرف مردم رسید و من وادار کرد که من هم یک ویدیوی راستی، ویدیوی من به خاطر تحقیر کسی نبود، ویدیوی من به خاطر یک ابراز اندیشه خودم. باور کنین اگر فکر کنیم 100 نفر مرا کافر برآورد، تمام تا از دین برآمدی، تماما دیگه راه برگشت نداری، تو به مسلمانی برآمدی، تو نمیچکو کردی، نمیکدام کردی. این همی اشخاصی را که من حکم میکنین و چرا شما بر حکومت از دین خودتون دفاع نمیکنین؟ حرکت‌های سیاسی دموکراسی میخواهند، ما دموکراسی میخواهم، حرکت‌های سیاسی میخواهند که نمیدونم فحش و فاحشگی باشه در تاجیکستان، حالا که هیچ کس دعوای چیزا نکرده است، اما اون تهمتایی را که اشخاص دینی میکنین. امروز در برابر اون که در این مرور از 2010 تا این جانب
شروع شد از آیین‌نامه وزارت معارف بستن مکتب در مکتب‌ها با روسری آمدن، بعدا آمد من کردن حجاب در کل تاجیکستان، ملی سازی، یک برنامه ملی سازی تشکیل شد در حکومت و بعدا آمدن به توهین و تحقیر کردن دین، بعدا آمدن محدودیت‌های ریش، بعدا آمدن تا 18 ساله به مسجد. همه محدودیت‌ها با مراتب روز تا روز زیاد شدن، با حد آمد که تمام مدارس در تاجیکستان دروازه‌اش بستند. به همین حد آمد. همگی نمی مردم را که دعوا از دین میکنند و امروز اکثریت مسجدهای اروپا را امام خطیبشون هستند، در دهن آب گرفتن و اینمی از سنگ صدا است از اونا نه. آیا دین وقتی من یک کلمه را میگم اونقدر تو احساساتی میشه، من میبروری کافر میبروری، یا که یک انسان سیاسی را که میخواد که آزادی میگه و کلمه آزادی را استفاده میبره در نطقش میاره اون را کافر میبروره، پس در برابر حکومت چرا شما خاموشید؟ یا اینکه دین مربوطی به هر وقتی که حکومت یا که حکومت اجازه داره از نگاه دین که دین هر چیزی بخواه بگه. امروز کسایی را که در خارج در یوتیوب، در فیسبوک، در اینستاگرام، نمیدونم در تلگرام، در هر جایی که تعلیمات دینی میگیرن، اگر که در تاجیکستان بخپن یا که ببینن که شما یکم برنامه‌های دینی را تماشا میکنن، خب دیگر روشاد گفتن که از 3 سال تا 5 سال زندانشون میکنن. یعنی این معنی را داره که اشخاص دینی اصلا شما باید مردم تاجیکستان اعلام بکنن که ما دیگه مسلمان نیستیم. به خاطر یعنی که در دنیا یک تبلیغات یا یک مبارزه دینی و دنیوی برابر هم میروند. اگر که دینی دعوت نکنه حتما که دنیوی دعوت میکنه. یک تشک که محدود کردی دیگه مشکل بودگی است که رونق میآورد، رواج میآورد و آهسته آهسته مردم با او رو میارن. اما امروز تاجیکستان تمام مقدسات دینی را حکومت زیر پا کرد، تمام مقدسات اخلاقی دینی را زیر پا کرد، تمام مدارس را بسته کرد، تمام علما را در خانه نشین کرد یا اینکه زندان کرد. مردم مسلمان دعوا از این میکنه که ما تاجیکا مسلمانیم، 98% تان. با سری من گپ زدن میتونی، من در یک روز 50 بار دوزخ میبری و کافر میبروری. برای چی در برابر حکومت شما همین جرأت ندارین؟ این معنی را داره که شما ایمان شما تا همون دروازه حکومت است. من این همین 4 روز 5 روز میشه که قانون درباره همین بعدیانه که سر و صداها شده، بعدیانه که در برآمد رئیس جمهور گفتی اشخاصی را که با سیاست نماز شب خانه و با سیاست دخالت نکنه، من همان زمانی که همین برنامه را من در لایف داشتم تماشا میکردم، من 100% مطمئن و با خودم چنین یک فکر گذراندم از سرم که فردا قانون درباره محدودیت آموزش دینی طریق اینترنت 100 در 1000 پیدا میشود. و از صلاح‌های اولی را که من فردا از خوب بلند شدم و دیدم همین بود که در تاجیکستان محدودیت دینی برای شخصای یعنی که جزا تعیین کرده می شود برای اشخاصی را که طریق سامانه‌های اینترنتی یگان تبلیغات دینی را بگذار اخلاقی باشه، بگذار فرهنگی دینی باشه، بگذار قصه‌های دینی، اصلا همه چیزا محدود کردن. و برای من بسیار جالب بود که اشخاص دعوای دین میکنن، خیلی مایل این گروه‌های سیاسی دموکرات، من دموکرات نمیفهمم کی دموکرات، و شما از دینتون بخواید دفاع کنین. اخی 1000 تا مدرسه را خواندی، نه پاکستان ما، نه دیوبند ما، نه دارالعلوم ما، نه مصر ما، نه سعودی ما، نه یمن ما، اخی دیگه یگان مدرسه ای نمون که شما نخوانده باشید. تو بنگلادش رفتین اومدین؟ به خدا قسم بنگلادش، سوئد، یمن، باور کی قولی میره که من در اینجا دیدم. چرا از دینتون شما دفاع نمیکنید؟ آخه یک دموکراتی من باید گفتم سلمان خودت گروهای سیاسی که مثلا تحقیر و توهین میکنن که شما منهجتون درست نیست، شما منهج شما غلطه، شما برای از به خاطر دین مبارزه نمیبری و به خاطر دنیا مبارزه میبری. بسیار همان بینا در اروپا در این مدت 1-2 سال اخیر بسیار کشمکشی ها داشتم. این امروز زمان آمده است که شما بخیزی از اون دینی که اونقدر مقدسش میدانه، از اون دینی که اونقدر برای همچون برابر ناموس است برای شما، من که سنگ زده میتونی، من توهین کرده میتونی، من تحقیر کرده میتونی، من
گفتن بتونی که میایم در خانه نمیدانم چی کارت میکنیم. خب امروز این نوبت شما شده است. او بلاگر وای کردم و آمده من کافر برآوردین، آمده من دموکرات گفته در همه معرکه‌های آلمان که بشینیم شما سنگ بزنید به سوی ما که شما از نام دین گپ نمیزنید، شما از دین حمایت نمیکنید. اوخی کجا دین شما که از دین حمایت کنین باید. واقعا مسئولیت کسایی است که دین مسئولیت کسایی هستی که از دین یک خبری دارن، یک مدرسه دینی خواندگان، 21 سال درس خواندی، غیرت اسلامی نداری، غیرت حمایت از دینت نداری. پیامبر صلی الله علیه و سلم دیگه خیلی دیگه عالما و دیندارا امروز کوشا را تای تاقی کردن، دیگه ما مجبوریم گاز دکترا ببریم از دین گپ زنیم. یک لحظه پیامبر جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه که هر انسانی که عملی منکرات یعنی که یک جنایتی را میبینه، اگر با دست من کنه، با زبان من کنه و با دلش بد ببینه و با دل بد دیدنش، این از خردترین نشانه ایمانداری شما است. همون را لااقل داشته باشه. حدی اقل با زبانتان، با زبان، زیرا که شما دعوا میکنین از این چیز. شما در منبرا میشینه، شما در مسجدها امر معروف میکنین. مرحمت ببروین. امروز روز اومده است که دین محتاج به این است که شما از دینتان بخیزه دفاع کنید. تشکر زیاد برادر. من هستم در این برنامه، من شما را گوش کرده استم. تشکر زیاد. خب خداحافظ.